سلام به فارسی زبانای مقیم اروپا. یه ژل مو هست که من تو آمازون دیدم، فکر کنم برای این روزای کریسمس مناسب باشه برای موهاتون. اول بذارین لینکشو من بذارم. ببینید این لینکش هست و QR کدش که یه لحظه نگه میدارم که بعد توضیح بدم دربارش. اگر دوست داشتین روی این کلیک میکنید و اونو خریداری میکنید. لینکشون بالاست به اضافه QR کدش. بله، حالا میرم راجب خودش توضیح بدم. بله، این رنگای متفاوتی داره همینطور که نگاه میکنید. ببینید رنگاشو، خیلی رنگای متفاوت و شادم داره که در هالووین ازش استفاده میشه و اینا هم برای مهمونی، هم برای آقایون هم برای خانوما مناسبه. که من خودم همین رنگ سیلورش رو خوشم اومد که برای خانوما اگر موهاشون مش شده و رنگش زرده میتونن برای مهمونی ها استفاده بکنن، موقته، و اینکه رنگش رو تر و تازه میکنه. و دیگه اینکه بله 120 گرم هم وزنشه، حدوداً تا 13 دلار یورو هم قیمتشه. که تا قبل از کریسمس هم اینطور که آمازون گفته اونو براتون ارسال میکنه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.